لینزی، ساده ترین و خنگ ترین شخصیت کارتونی جزیره آرزوها. لینزی خیلی مهربونه، اما به قدری خنگه که میتونه آدمو کلافه کنه. خیلی آشنا به نظر میرسی. من کریس مکلینم، میزبان برنامه. منم از همونجا میشناسمت. و خیلی هم ساده. تو بیشتر قسمت‌های فصل اول می‌بینیم که هدر با نقشه‌هاش از لینزی به نفع خودش استفاده‌های زیادی می‌کنه. با وجود اینکه هدر به او خیلی بی‌احترامی می‌کرد، اما در آخر همیشه لینزی گول حرفای اونو می‌خورد. بید باش رو ناخنه‌ی پامو بگیر. اما لینزی روی واقعی هدر رو توی قسمت 18 به طور کامل می‌بینه. حتی ناراحتم نیستی؟ ما دوستای خوبی بودیم. آره، توی مسابقه قرار نیست که تا آخر عمر بهترین دوست بمونیم. و بعد از اون ماجرا میفهمه که هدر اصلا دوستش نبوده. باورم نمیشه همچین چیزی گفته باشی. ما با هم عهد بستیم. منظورت اینه که تمام این مدت من داشتم کمکت میکردم و تو حتی از من بدت میومد؟ راستش آره انگار. تو چیه؟ ما نیومدیم اینجا که دوست پیدا کنیم، اومدیم معروف شیم. و از اینجا صبر لینزی تموم میشه و از اون به بعد جوری دیگه‌ای با هدر رفتار میکنه. و به جز لینزی خیلی های دیگه روی واقعی هدر رو میبینن. حالا هرچی، من مسئولیت دارم، کسی نمیتونه بهم دست بزنه. چه پسته. واقعا که خیلی پستی. همه چیزای بدی که در موردت میگن واقعا راسته، مثل دورویی، بیادبی، نامردی، دروغگویی. همیشه بهشون میگفتم که اشتباه میکنن. من به خاطر تو ایستادم، چون فکر میکردم دوست هم دیگه ایم، ولی اونا درست میگن. تو واقعا دورویی، نامردی، دروغگویی، بیادبی، پر. حدس بزن چی؟ دیگه نمیخوام دوست هم دیگه باشیم. ترجیح میدم روزمو با خیره شدن به باسن اون بگذرونم تا اینکه با تو برم خرید. تازه کفشاتم خیلی کهنن. عالی بود. اما وقتی که لینزی روی واقعی هدر رو دیده بود، دیگه خیلی دیر شده بود و کار از کار گذشته بود. و لینزی مجبور میشه از جزیره بره و با همه خداحافظی میکنه. اما این به ما یاد میده که نباید خیلی ساده لوح باشیم و گول حرفای کسی رو بخوریم. این یه دنیای واقعیه و ما این چیزا رو تو دنیای واقعی هم میبینیمشون. منم همینطور. خداحافظ. موفق باشه هدر. امیدوارم هر چیزی که تقدیرت بده کارت بهت بده. خیلی خوب، من آماده‌ام.